دیگر گفتند که مرا شوهرم بسیار میزد و به خانه مادرم آمدم. او آمده پیش مادرم قسم خورد که اگر این دفعه زنم 3 طلاق باشد. بعد به خانه آمدنم باز زدن را سر کرد. آیا من طلاق شدم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 چیزی است که شوخیش هم جدی است. یعنی این یکیش طلاق است، دیگرش نکاح است. برای همین هر کسی که اگر به شوخی هم زنش بگه زنک تو به من حرامی، زنک تو مقصد به جای مادرمی، زنک تو به من 3 طلاقی، به شوخی هم که بگش واقع میشه. اگر به شوخی هم کسی را نکاح کنی در حضور شاهدا باشد، ببین البته نکاح واقع میشه. سلام برادران گرامی، چون همیشه در هستیم خواستیم یک نمور دیگه برای گذشتن گرینس ایدن بچه‌ها چون میپرسیم چه خیر رفتن چه خیر اومدن در شکل میزن. اکا نوم چی بود؟ نوم اوماله در گرینس اومده مکه شخصیت همش خیلی خوبه. این گرینس اکا اومالی مردا گوری چه جاست حقیقت گفته تو چند سوکات اومدی مردا سوکات میدونم میبری ماشاءالله. یکم جمعه که داشتم هم کسی گم سوژه تیگرو هم ماجرا نگنس یکم قام دودن بالاریش چی گفتن یا اون گفت نفتنش 8 دک میدونه 1 تا بدک میاد که 1 تا تونجر یکم جمعه نتن مردکی گفت یکم اسم رسول کردی بغیر پیتنی های خدمت رسولی روزی هستی کنه مردم میتونن که باور کنه اعتماد نه زنگ زنن ها بچه اختون هم مدت چند ساله فعالیت هم یک در اون میدونه. نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، به همه این شرکت شفا فرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، به همه این شرکت شفا فرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفا فرما برای شما حجامه بپول پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی رسوله الحلیم و علی آله و اصحابه اجمعین. الهی مهربان عمرهاتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه و خدای مهربان سوالهایی را که ما جواب میگردانیم توفیق عمل کردن شود بر یک و یک ما و شما الله مهربان نصیب بگردانه. خدا رحمت کنه حضرت مولانا جلال الدین رومی را بفرمانید که میفرمود که نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. حضرت مولانا را خدا رحمت کند. این حضرت میگه اگر شما خواهید که از نزد خداوند عطا یابید، شما برکت یابید، اجر یابید، یا همچنان گردی فتا، یعنی همچون مرد باقی مانی، این عزیز خدا میگه باید در این باغ داخل شوی، تو باید در این صحبت اشتراک کنی، تو باید که مقصد این برنامه است، این نوار است، تو باید که گوش اندازی تا مقصد و این فضیلت و به این خوبی ها شما رسید. خدای مهربان این عزیزای خدا را هم رحمت و مغفرت کنه و از نصیحت هاش خدای مهربان ما و شما را برخوردار گردانه. میایم به سری سوال هایی که باقی مانده که در اینجا در نزد منم. نفری سوال داده است شوهر دارم، صاحب 3 فرزند، شوهرم گاه کار میکند گاه نمیکند. برادرم گفت که زکاتم را به تو میدهم، آیا جایز است؟ بله خواهر عزیز، اگر برادراتم برای شما زکات تیان، چیلی که من پیشترکم قید کرده بودم، یا داری خواهر یا اپایی که به دولت هست، بین خواهرها هست، بین دادرها هست،
معامله صدقه فیتر زکات هیچی باقی ندارد، اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن آدمی که نماز نخواند روزه میگیرد این چی حکم دارد؟ البته ما هیچ وقت باید در راست نفرهایی که نماز هم نخواند روزه هم که نگیرد و بر یگانگی الله مهربان باور داشته باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را همچون پیغمبری بر حق بداند، ما در راست این آدم هیچگاه حق ملامت و حق توهین و حق تحقیر نداریم. بسیار خوب شد الحمدلله رب العالمین که نفری اگر نماز نخواند و روزه گیرد، از خدا امید است که تو اگر از حال او که آگاهی داشته باشی، تو باید که دعا کنی که خدایا همین نماز هم مثل همین روزه یکی از رکنهای دین هست، خدای توفیقی پایبند شدن نماز هم نصیبش کن. یا اینکه میتونی که با او با ملایمی و با نرمی با صحبت برایی. گویی که برادری عزیز از نماز دیده مقصد ادای روزه مشکل است که چقدر نفس آدم اذیت میکشه. اکنون نمازش اوقا مشکلی نیست، بیا برادر عزیز همین نماز شم خانه. برای همین شما میتونین از این راه استفاده برین، صف نمازگزارهامان و صف روزه‌دارهامان زیاد میشود. یا نفری بگذار نمازش میخواند لیکن روزه را نمیگیرد، بیا ما او را مصلحت تیم، بیا او را ما امر معروف کنیم، بیا برای مصلحت های خوب تیم. انشالله از خدا امید است که این انسان هم با رو به سوی مقصد روزه است یا نماز است میارد. الله همشون توفیق دهد. ما هم طرفدار اینیم که هم روزه گیرد هم نماز کند، ولی مادامی که این آدم در یک قدم پیش گذاشته است، در قدم های دیگر با او را یاردم کردن در کار. ما بسیاری وقت برادران زبان های درشت داریم. یک کس میبینیم نماز میخواند و روزه نمیگیرد، در حال حقارت میکنیم. یا میبینیم که مثال روزش میگیرد نمازش نمیخواند، در حال چیکار میکنی همون روزه تا گرفته، آقای روزه تا حلال نیست، این روزه تو فلان نیست گفته. اینا در ما حق نداره. الله مهربان در قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. خدا میگه شما با حکمت، یعنی بین با علم و همچنان با موعظه های حسنه، با صحبت های نرم و ملایم مردم به سوی من دعوت کنید. خدا میگه اگر شما رضاگی من میخواهین، من شما را میگم که از همین راه مردم دعوت کنید، با سخن قبیح، با سخن درشت، با سخن های سخت. با اینها برادرای عزیز ما هیچ وقت با مقصد نمیرسیم و هیچ گاه هم در پیش خدا اجر و پاداش هم نمیگیریم. تا امروز هم برادرها اگر تخمین کنین کسی همین سخن سخت دعوت میکند، هیچ کس ویا احترام هم نمیکنه و دیگر اینکه سخنش تأثیر هم نداره. ولی هر کسی که با نرمی با راههای خوب مردم دعوت میکند که عیناً خدا همین را گفته است، انشاءالله اون نتیجه خوب دادگیه. برای همین از این راه استفاده کنیم بهترین میشود. دیگر سوال کردم به طهارت از روی تلفن قرآن خوانی جایز است؟ بله برادر، هر کسی که اگر طهارت هم که نداشته باشی، قرآن خود تلفن باشد خود به تلفن باشد، تو میتونی که به حضور خواندن بگیری. فقط طهارت برای آن لازم است که تو قرآن بقپی. خدا در قرآن گفتگی است که شما قرآن به طهارت قپیدن نمیتونی، ولی خواندنش به طهارت به قپیدن اجازت است. دیگر گفتند که مرا شوهرم بسیار میزد و به خانه مادرم آمدم. او آمده پیش مادرم قسم خورد که اگر این دفعه زنم 3 طلاق باشد. بعد به خانه آمدنم باز زدن را سر کرد. آیا من طلاق شدم؟ یعنی اینها را طلاقای با شرط میگن. یعنی طلاقی که اگر من تو را بزنم تو به من 3 طلاق، اگر تو از همین در برآمدی تو 3 طلاق، اگر من مقصد برای تو من بعد 1 کرته بخرم تو به من 3 طلاق. یعنی شرط میمونه. اگر همین شرط ها را شکست، خواهرای عزیز طلاق واقع می شود. خواه 1 گفته باشد، خواه 2 گفته باشد، خواه 3 گفته باشد. برای همین این بسیار چیزی جدی هست. وقتی که شرطمان
3 گفت 3 می شود، 2 گفت 2 گفت، 100 گفته باشد 100 باقی می شود. یعنی از 3 بالاش دیگه همش 3 حساب می خورد. دیگر سوالی که کردن گفتن با اذان تلفن نمازهامون خوانیم جایز است؟ نه، با اذان تلفن نماز جایز نیست. شما برای نمازهاتون برادرای عزیز و خواهرای برای برادرای عزیز، البته برای زنها اذان و اقامه نیست، ولی برای مردها حتما اذان گوییم، با اذان تلفن نمیشود. دیگر گفتم بابای حاجی زن به طرف مرد گوید که نفسم رو به تو بخشیدم، مرد گوید که قبول کردم، آیا نکاح می شود؟ ما حدیثی داریم جناب امام ترمذی، جناب امام ابو داود، همچنان ابن ماجه از نام حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که پیامبر ما گفته بود است که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. این 3 چیزی هست گفتن که انا اگر بگیم که یعنی معنوش چی است؟ جدهن جد یعنی جدی هست و همچنان هزلش هم جدی است، یعنی به هزل هم بگوی جدی حساب میخورد، اگر با طریق جدی هم اگر بگوی همون جدی حساب میخورد. اینا چی هستند؟ یکیش النکاح، دیگرش و طلاق و دیگرش و رجعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 چیزی است که شوخیش هم جدی است، یعنی این یکیش طلاق است، دیگرش نکاح است. برای همین هر کسی که اگر با شوخی هم زنش بگه زنک تو با من حرامی، زنک تو مقصد به جای مادرمی، زنک تو با من 3 طلاقی، اگر با شوخی هم که بگش واقع میشه. اگر با شوخی هم کسی را نکاح کنی در حضور شاهدا باشد، ببین البته نکاح واقع میشه. برای همین هر کسی که اگر به شرطی که با طریق شوخی هم بگه که من نفس من تو بخشیدم، در اونجا شاهدا باشد، نکاح واقع شدگی. یا اگر با طریق شوخی هم که زنش اگر طلاق کند وای طلاق می شود. دیگر سوالی را که از ما کردن گفتن که خوردن کواس جایز است یا جایز نیست؟ برادران خیلی عزیز، هر چیزی را که می نوشین شما بینید که اگر در اون مثال بسیار شده تمغه حلال زدگی هست، بعضی هاش در مثال نگاه کنید که ترکیبات شده چیزهای شبه آور نباشد، یا اینکه فایزی مخصوصی مست کردن نباشد. برای در دولت‌های اسلامی هم استحصالی همین آب جوی که در مردم ما پیوه میگن، یا در دولت‌های اسلامی همین ایران و دبی و پاکستان و در همین جا همین استحصال آب جو هست، میزنن تمغه حلال و مقصد هیچ وقت یعنی فایز ندارد، فایزی مست کردن ندارد. برای همین اگر از همین چیزا خالی باشن انشاءالله هیچی باقی ندارد. الله مهربان تن صحت ایمان کامل نصیب ما گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.